ما باور که از همون شو تابان وجدانم هیچ آرام نبود. ما گفتم امی احمدزی صاحب در کجا پیدا کنم که از این مرد بزرگ یک معذرت بخوایم که خداوند خودت سربلند و سرافراز داشته باشه بابت از او جملات که ما امو شعر حافظ صاحب بیاد ما، شعر بیدل صاحب بیاد ما آمد که پر خودنمای کارگاه چند چون نباش. همون شو ما ولی جملات ناشایستی برای خودت گفتیم دیگه تو به بزرگیت مرا ببخش. بزرگوار هستی، خودت یک ابرمرد هستی، ما از اول تو را میشناختیم، برنامه تو را می افغانستان در تلویزیون میرین بسیار برنامه های جالب پیش میبردی، برنامه های سیاسی را پیش میبردی، دیگه برنامه را پیش میبردی. آدمایی که ضرر میرساندن به جامعه، به افغانستان ضرر میرساندن، تو نمایندارشان میکدی، با سنه میکشاندشان. ما که خودمان برای دیگان دیگه درخواست میتونم علاقمند دیگم دیگه خواست واقعا ما امو شو نورمال نبودم بر ترتیبش. خداوند خودت احمدزی عزیز خودت در افغانستان هستی، به او خاطر ما بسیار علاقمند نیستم با خودت در لایو و اینا بیایم که ما باز تصویر شما با ما دیده شوه. خدای ناخواسته برای خودت کدام مشکل ایجاد نشوه. تو سربلند ما هستی، از طرف من دیگه برای خودت ماچ عزیز من. یک جان سپاس احمدزی صاحب، خداوند سربلندت داشته. شکر. حالی باشته که بیادر گل به خاطر من یه احمدزی صاحب در کابل برش مشکل ایجاد نشه. نه بعضم بچه هایی که از ایران با ما گپ میزنن ما برشون میگم که در ایران هستی با همراه ما گپ نزن، چون ما در برنامه از کاکای نتانیاهو صاحب در برابر ظلم و استبداد ایرانی ها گفتم که کاکا نتانیاهویم، آخرش میم، گفتم کاکا نتانیاهویم میمدار، که اونا یک بزرگواری هستن که هیچ صدمیش به من نرسیده. کاکا نتانیاهویم صدمی بر افغانستان نزده. اینقدر صدمی که رهبر فارسی زبانان دنیا زده، کاکا نتانیاهویم آخرش میمدار نزده. بنان اینی جملات برای اونجا، برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، برای بسیج ملی ایران، برای مجاهدین خلق ایران و برای ستوانها و سرهنگها و سرلشکران سپاه و ارتش ایران خوشایند نیست همین جمله من. بنابراین وقتی که خوشایند نیست حتما اونا یک نوع بررسی میکنن که کیست که کاکا نتانیاهویم آخرش میم داره، ترجیح میته به رهبر فارسی زبانان جهان که او هم آخرش نون داره که ای کی است. بناهن تو با ما ظاهر شوی برات مشکل ایجاد میشه. از سمت دیگر ما را اگر شما متوجه باشین شراب نوشیده در لایو آمدیم، با وجودی که ملت مسلمان افغان همه میدانن که ما پیرو مذهب الحمدلله پیرو مذهب منور اهل سنه و الجماعه هستیم. ایره کل ملت میدانه. آخرش میم نه ای نداره، ای آخر نداره. کاکا نتانیاهویم آخرش میم داره. به او خاطر بزرگان باز یک فیگورک درشت وحشتناک معرفی شده ایم. به او لحاظ احمدزی جان همون شو من نشه بودم قطعش صحبت کردیم که ما از تو کده پشتو بیشتر میدانم، تو چرا نمیدانی. این بچه بسیار به بزرگی شنید و هیچ چیز نگفت، در حالی که و صبحش که من نشیم پرید امی صبح که از این خواب بیدار شدم که اینمی شعر در حافظه اومد: پر خود نمای کارگه چند و چون مباش جان، که از جایم تکان خوردم. در خانه که سقف ندارد ستون مباش، که یک قرد پریدم
عاجز کشیست شیوه ادنای روزگار، ادنای روزگار. ایره بس کسا ابنا میگن، این ادناست. ادنا یعنی ساده، آسان. در یک جای میگه که، در یک جای دیگه میگه که میگه با هر کی سلکو. در اینجا باز چی میگه؟ بیدل بزرگ در اینجا چی رقم نفیه میکنه، خدا چی رقم زدن میکنه. حضرت بیدل رضی الله تعالی عنه، حضرت بیدل رضی الله تعالی عنه در این جمله خود چی رقم زدن میکنه. در این جمله چقدر سر خود پوک است، در این جمله چقدر سر خود، در این مصرع چقدر خود بسیار قوی فکر میکنه. در این جمله چقدر عاشق منیت درونی شده. در این جمله چقدر اعتماد به نفس کاذب داره. در این جمله چقدر فریب امروزین خود خورده. در این مصرع چقدر خود قوی احساس میکنه. و این اوج دوران بیدلیست، و این اوج دوران بیدلیست که سبک بیدل، نوشته بیدل، تفکر بیدل، اندیشه بیدل و سبک معرفت بیدل، ادبیات بیدل و سبک اندی در تمام شرق رخش میرانه، در تمام شرق رخش میرانه. و در چنین فضایی است که حضرت بیدل میآید و اینی گپ میزنه که باز این جمله دیگهش میآید، باز ایت یک صحبت میکنه. برادران، خواهران، برادران و همکاران، خوب گوش کنین. خواهران، برادران و همکاران، اوج دوران بیدلیت بیدل بزرگ است و یک دم در اینجا خدایی رقم اعلام میته و یک قدر سر خود مطمئن است. میگه که با هر که طرف گشتم آرایش اویم، با هر که طرف گشتم آرایش اویم، آینم و خاصیت جنگ منین است. خاموش نفسم دیگهش از یاد مرفت. با هر که طرف گشتم آرایش اویم، آینم و خاصیت جنگ منین است. این دیگه دوران است که بیدل خدا آینه میبینه، پندار خدا آینه میبینه، قدرت خدا آینه میبینه. یعنی ما قویستم، ما در این یک دم که به هوش میآید بیدل در سالهای بعدی باز میگه که پرخودنمای کارگه چند چون مباش بچیم، پرخودنمای کارگه چند چون نباش بچیم، در خانه‌ای که سقف ندارد ستون مباش بچیم. خدا میگه پرخودنمای کارگه چند چون مباش، در خانه‌ای که سقف ندارد ستون مباش. گیرم که زین پیش آینه بودی، احساس میکنیم که پیش از یک آینه بودی، خاصیت جنگ داشتی، با هر کس روبرو میشدی آینه بودی و خاصیت جنگ تمی بود. تو بسیار قوی بودی، تو همه چیز میفهمیدی و به پندارت که مردم چیز را نمیفهمن. تو قوی بودی و دیگرها هیچ. تو سواد داشتی و مطابقی بی سواد، تو فهم داشتی مطابقی بی فهم. تو خب پیش از این گونه بودی بیدل، خاصیت جنگ تو همی بود. پرخودنمای کارگه، ای کارگه چند چون میفهمیم. ما در یک کارگه چند چون به میان آمدیم و در میان این کارگه له میشیم و میریم پشت کارمان. نه از آن روز اول دانستیم که از کجا آمدیم، نه فعلا میدانیم که چرا هستیم، نه فردا میفهمیم که چرا رفتیم. عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم، عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم. دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم، دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم. مجموعه از انسانهای غافل، چیمون از کار خویشتنمون غافل. از چی نوع کار خویشتن؟ از هستی امروزمون غافل.
ما را هرگز نباشد فارغ از این دو علت. در میان این دو علت خط هستیم. کدام علت ها؟ یا ناقص الکمالیم یا کامل القصوریم، یا در این بخش گناهگاریم یا در این بخش کمال نداریم. بناهن وقتی که میگه در خانه ای که سقف ندارد ستون مباش، یا در این کارگاهی چند و چون پرخودنما نباش. دیگر زیاد خود اعلانتی در این کارگاه، زیاد احساس قوی بودن نکن. دیگرانی هست، قوی هایی هست که ندیدی، بلند هایی هست که ببینی کلاهت به زمین میفته، پر وسعت هایی هست که چشمایت اسهال میشه به خاطر دیدنشان، بزرگی هایی وجود داره که مردمک های چشمت نمیتونه تحملش بکنه، کوتل هایی وجود داره که تو تا هزاران اسب بخار قدرت بگیری نمیتونی بالا شوی. تو در این کوچکیت مطلق خودت آمده و پرخودنمای یک کارگاهی شدی که او کارگاهی چند چون. میگه گیرم زین پیش، به خودش میگه گیرم که زین پیش آینه بودی. هر کس استاد میشدی نقصش میگفتی. بیدل در دوره آینه‌ای خودش، در دوره حیرت آینه‌ای خودش نقص میگفت. نقص چی میگفت؟ با هر که مقابل شدم آرایش اویم آینه و خاصیت جنگ منین خاصیت جنگ داشت. بیدل در اون دوره خاصیت جنگ داشت. خاصیت جنگ آینه بودنش بود. در روی کره زمین یگانه چیزی که با شما خاصیت جنگ داره اون آینه است. به خاطر این که اون داره یک حقیقتی را نمایان میکنه و تو نمیپذیریش. امروز صبحی وقتی که رفتم میخواستم روی ما بشویم، از این طرف شقیقایم یک 3-4 دانه تار موی سفید زیاد شده بود. یک دلم شد بکنم، یک دلم شد که نه شاید اشتباه میبینم، یک دلم شد نه، او خاصیت جنگ آینه بودن است که نستو جان شقیقه آید سفید شده. این تو نستوی کم ظرف هستی که ظرفیت تحمل داشتن شقیقه های سفید نداری. اون آینه حقیقت خود میگه. و وقتی آینه این حقیقت میگه، آینه ای که خودش نقصی در او وجود نداره ایره برات میگه. بیدل متوجه میشه من لبریز نقص چی تو نقص بگویم، من لبریز اشتباه چی تو اشتباه بیان بکنم، من یا ناقص الکمال یا کامل القصور چی تو کاملیت قصور کسی را و یا ناقصیت کمال کسی را صحبت بکنم. بنانچه گیرم زین پیش آینه بودی، گیرم داره اولش، گیرم زین پیش آینه بودی. یعنی امروز خود بیدل متردد است در این مرحله که بوده نبودیش متردد است. ببینید سیر تکامل فکری که در اون زمان با چه صراحت لهجه میگه که با هر که طرف گشتم آرایش اویم آینم و خاصیت جنگ من این است. مطلق معرفی میکنه که خود من اینی چیستم، خاصیت جنگ دارم. اما در این مرحله فکری که بیدل میرسه احساس میکنه که اون زمانم بیدل اشتباه میکرده، خودش متردد است. گیرم که زین پیش آینه بودی کنون مباش دیگر. اینقدر وقت که بودی حالا دیگر نباش. چرا نباش؟ که ما آینه شده نمیتوانیم. ما آینه شده نمیتونیم. آینه مرحله حیرت تصوفی است، ما در مرحله حیرت نرسیدیم. هیچ چیز به حیرت وادارمان نمی کند. زمزمه های چلچله ها و زمزمه های پرندگان در آن دورهای دور در باغها، انگام فرارسیدن شب و انگام طلوع آفتاب به حیرتمان نمی آورد.
دیدن کوچکترین مایی ها در میان باطلاق ها و زندگی و به بزرگ شدنشان حیرت ما نمی اندازد. هیچ چیز به حیرت نمی اندازد. پس ما آینه‌ای نشدیم، در مکتب آینه و حیرت نرسیده ایم. مرحله حیرت امین مرحله است که همه چیز به حیرت بندازید. به حیرت که رسیدی، در حیرت که رسیدی به هستی به گونه دیگه میبینی، هر روز تو را حیران میکنه. مکتب بیدل مکتب حیرت هست. حیران شدن به آن چی که خلق شده و از کنارش میگذاریم. حیران شدن به آن چیزی که از کنارش میگذاریم. زیبایی آرایی طاووس به انگام همبستر شدن. رقصیدن طاووس به انگام رقصیدن طاووس در انگام همبستر شدن. در هر بازار تیزی که ببری طاووس نر خریدار داره و طاووس ماده نی، به خاطر طاووس ماده خیلی بدرنگ است. تمام زیبایی در طاووس نر است. و این حیرت کردگی در اینجا چیست؟ حیرت کردگی در اینجا ایست که این همه زیبایی به خاطر به دست آوردن دل آن نازیبا به مصرف میرسد. این همه زیبایی به منظور به دست آوردن دل آن نازیبا به مصرف میرسد. حیرت کننده نیست. این را در حقیقت معانی حیرت کردگی در تصوف و عرفان بیدلی میگن. بناهن زمانی شما در یک وجد ناقص العقلیت کاذب الخلق بودن به میان میآید در اندرون خودآگاهتان و به شما یک کاذبیت مفرط میته و حس میکنین یک کتازین، در حالی که در کمال ناقص و در قصور کامل هستین و احساس میکنین که امروز این جملاتی را که من به این آدم بگویم شاید من از این قوی تر باشم، در حالی که تو ضعیفتر از آنی. در هر درگیری آنی که آرامش اختیار میکند در نهایت پیروزی از آن اوست. فریاد کنندگان میبازند. بنابراین دوستان گرامی و ارجمند، مکتب و تفکر و بینش بیدلانه و حیرت بیدل و یا اون تصوف صوفیان چرخان مولوی و اینها و یک دنیایی که هر قدر در درونش میدرایی قرطت میکنه. در درون فقه که میدرایی چهار چوکات های وجود داره که این رخاندی این رخاندی این رخاندی این رخاندی خلاص میشه فقه. تفسیر این رخاندی این رخاندی این رخاندی این رخاندی این رخاندی خلاص میشه. عرفان است که ادامه پیدا میکنه. تصوف است که تعمیری هست، تعمیروی هست و تعمیر عمیق میشه. تعمیر حیرتت بالا میره. تعمیری احساس میکنی نو شروع کردیم. هرچی پیش میری احساس میکنی مبتدی هستم. هرچی پیش میری احساس میکنی که مبتدی هستم. مبتدی. بنابراین آرامشی که من در اندرون خودم خلق بکنم، این آرامش تو را به بیرون انعکاس پیدا بکنه و دیگران به آرامش میرسند. آرامش اصل تصوف است. ما توسط آرامش به او میرسیم که او ذات آرامش است. همه چیز برای آرامش من و توست. زجر میکشیم برای رسیدن بر آرامش، زجه میکشیم برای رسیدن بر آرامش. تمام این دنیا در حقیقت دنیایی است برای رسیدن به آرامش. باید درس بخوانم به خاطر این که کامیاب شوم، پانتون بخوانم. بچه هایی که همراه من در دورانی که به آینس میخوندیم و در اون صبحهای سرد زمستان پارسال که در منفی 6 و 7 و 8 درجه با بایسکل در یخبندان میرفتم برای خوانش درس. هر روز باید میرفتم اونجا، حداقل آذری میدانم درس میخوندم. اونها را تمام شد و امروز
ما اون سند به دست آوردیم. یک عده از اون بچه هایی که بودن آنها تداوم زحمتشان برای رسیدن به یک آرامش بیشتر شد. شما هر چه زحمت میکشین این زحمت شما به خاطر رسیدن به آرامش است. کار زیاد به خاطر رسیدن به پول خوب، کار زیاد به خاطر گرفتن خانه خوب، کار زیاد به خاطر رسیدن به موتر خوب، کار زیاد به خاطر فلانه خوب. تمام اینها زحماتی است که شما به یک آرامش میرسین. در پرندگان آیا نرها زیباتر از ماده ها نیستند؟ هستند. نه، این همه زیبایی را به کار میگیره، همه این زیبایی را به کار میاندازه به خاطر رسیدن به لحظه آرامش همبستر شدن با آن پرنده نازیبا. تمام این بشریت برای یک آرامش به وجود آمده. یک آرامش است اندرونی، یک آرامش است بیرونی. شما وقتی به آرامش اندرونی دست پیدا نکنین، آرامش بیرونی دست نیافتنی است. شما در میان خودتان به صلح ابدی نرسین، در بیرون به هیچ صلحی نمیرسین. صلح ابدی این که من تمام آنانی که در صدد آسیب زدن به من هستن از بارگاه خداوند برای اونا هم روزگار خوشخواهان باشی. قوی ترین شما آن است که به دشمنان سرسپردید. هر زمانی که میگه خدایا مرا آمرزش بکن، خدایا مرا به آرامش برسان، دشمنای قسم خوردی مرا به آرامش برسان. این بزرگی در کسانی وجود داره که چنین دعایی بکنن. این را میگن صلح سرتاسری در میان اندرون خود آدم. من یگان وقت ایران میمانم و بچه های با سواد پشتون که اینها چرا اکادمیسین استاد انور وفای سمندر نمیخوانن. من چند وقت پیش با آقای فیصل آریوب که یکی از برادران بسیار ارجمند و بزرگ پشتون تبار من است، بر صفحه استاد انور وفای سمندر روان کردم. گفتم تو یک بار در دنیای انور وفای سمندر داخل شو که تو باید بدانی که عشق چیست، آرامش چیست. استاد انور وفای سمندر که من بسیار مرهون نوشته هایش هستم، من یگان وقت احساس میکنم کاش ما بتونیم دنیا را از پشت دریچه های دید استاد انور وفای سمندر ببینیم. برای استاد انور وفای سمندر آن فیل در درون او جنگل، در میان او درخت خشک کشیشته بینی خود میخارانه یک تصویر آرامش بخش است. استاد انور وفای سمندر خودشان یک تن از بزرگان هستند و او را بیشتر از کسانی که پیرو مکتبش هستند به نام دیمین اکادمیسین میشناسند. دیمین اکادمیسین یا اکادمیسین عشق در افغانستان بسیار زیاد شما کم پیدا میکنین کسی را که اکادمیسین عشق باشه. استاد انور وفای سمندر از عارفان و از فیلسوفان و از شوریده حالان بزرگ افغانستان است که نظر به اون مکتبی که داره مطرح میکنن مخاطبینش هنوز درکش نکردن استاد انور وفای سمندر کیست. استاد انور وفای سمندر از نخستین و از واحد ترین نویسندگان زبان پشتوست که تا به هنوز توانسته است بالاتر از 40 تا 50 کتاب ناول، داستان، رمان، فلسفه برای مردم به چاپ برسانه. انور وفای سمندر دین روز افتخار ای را برای ما داد که از طریق واتساپ 2 کتابشانه که کتابهای ناولشان است و رمانشان است که به زبان فارسی نوشتن و تسلطشان بر 2 زبان به اندازه بزرگ است
که میتونن بر یک زبان دیگر کتاب بنویسن، او را برای من روان کردن که من اینجا هم پوش کتابشان بود که من اگر بتانم او پوش کتاب دوستای عزیز و ارجمند پیدا بکنم برتان بانم که او یکی از رمانهایشان هست که من او رمانشان باید بخوانم خدا را، چون او از ارجمندان و عزیزان ما هستند و بر دوازده بال انور وفای سمندر این رمانشان است. ارجمندان و دوستانی که علاقمند بودند که رمان استاد انور وفای سمندر به دست بیارن، من انشاءالله الرحمن برشان از طریق واتساپ میتونم بفرستم. ما بر شما اگر میخواین به آرامش برسین، اگر میخواین به آرامش برسین، جناب استاد انور وفای سمندر صفحه فیسبوکش دنبال بکنین و ویدیوهایی که میگذاره را ببینین. یک بار شیوه گفتارش ببینین، ویدیوهایی که میگذاره را ببینین و فهم و درایت و دیدگاهی را که مطرح میکنه را ببینین و اون دیمینی اکادمیسیان چی میگه برات و چقدر در زندگی تغییرات میآید را ببینین و هیچ گاهی شما از او دید و تفکر بیرون نمیرین. همه چیز عشق، همه چیز عشق و حیرت زدگی در دید جناب استاد انور وفای سمندر، امون مکتب حیرت که در هر جایی که اون چیزهایی را که میبینه و به اون حیرت دسترسی پیدا میکنه و او را در یک ویدیوی بسیار ارزشمند برای بیان میکنه با یک زبان پشتوی عامفهمی که من تاجکم میفهمم که بشنومش و توی پشتو را میفهمیش وقتی بشنویش. وقتی ما از عرفان صحبت میکنیم یا از تصوف حرف میزنیم، دیگه در اینجا ملیت ها بی‌معنا میشن، زبان ها بی‌معنا میشن. من تاجکی که از پدر تاجک هستم و پشتو زبان مادری من نیست، وقتی من میرم به بسته هایی که جناب استاد انور وفای سمندر میسازن و اونا را گوش میکنم و مرا به یک آرامش ابدی دسترسی پیدا میکنم، بسیار یک آرامش برم دست میده. سالها پیش احساس میکنم از آن روز اولی که آمده بودم اگر غرق در آن ویدیوهایی که نشر میکرد میشدم، امروز من یک نستوی آرام میبودم، چون جناب استاد انور وفای سمندر شما را به آشتی با خودتان دعوت میکنه. آشتی با خودتان، آشتی با اون درون ناآشتی پذیرانه تان. ما در یک درون ناآشتی پذیرانه زندگی میکنیم که ما با خودمان آشتی نیستیم. وقتی تو با خودت آشتی نیستی، آشتی بیرونی در کار نیست. آشتی کردن با خود اصل اول رسیدن به آرامش است. آرامش به معنای صلح سرتاسری با یک چشمانداز بزرگ عشق به آن چیزی که در پیرامونت میبینی و اون پیرامونی تو را به حیرت وامی داره. هر قدر حیران میشی، بزرگی خلقت خداوند بیشتر در تو ظهور میکنه. هر قدر حیران که میشی، خدا بزرگتر تجلی میکنه. و هر قدری که تو در این انبساط و در این انقباضهای فقاهت، در انقباضهای فقاهت گیر میکنی که اینها تو را در چارچوبهای کوچک کوچک بند میکنن و احساس میکنی که طرز دید و تفکر برای دیگر چیزی نداری، ای تو را منقبض میکنه، خردت میکنه، قبضت میکنه. ما دو حالت داریم. هیچگاه یک عارف متصوف یا یک انسان شوریده حال فارغ از این دو حالت نیست، یا در حالت قبض قرار میگیره یا در حالت انبساط. انقباضیت ها و انبساطیت هاست که به میان میایی. یک دوره انقباض سپری میکنی،
به یک دوره انبساط میرسی، در دوره پهناور میشی و عظیم میشی، آرام میشی و صلح‌آمیز میشی. در حالت انقباضی که قرار میگیری درگیر میباشی، با خودت درگیر هستی، با ماحول درگیر هستی، زیبایی شناختی تا ابرهای تیره آشتی ناپذیری میگیره، صداها برایت خوشایند نیست، زبانها خوشایند نیست، پی دریافت واژگان آهنگین در زبان پشتو، اردو، انگلیسی و آلمانی نمیگردی، پی جملات زیبای عاطفی در میان زبانهای مختلف نمیگردی، پی دید زیبایی نیستی و این جنگ تباه کننده ترین جنگی است که در اندرون خودت ایجاد کردی. بعد هر انقباض اگر برای یک انبساط نرسی تو در درون این انقباض ها میمیری. مثل سایرین تیک تاک. من امروز شاهد چندین برنامه بودم، به یکی از دکانهایی که 3 کیلومتر از من دور است رفتم با بایسکل و 3 کیلومتر دور بود، دوباره آمدم به خانه. بعد یک مدتی ماندگی خود گرفتم، اندک چای نوشیدم، با 2-3 نفر از دوستایم در واتساپ صحبت کردم، تمام اینا که خلاص شد، امول از اینکه میرفتم این برنامه ها چالان بود که آمدم هنوزم چالان است و یک سر دشنام است. این چیست؟ این انقباضیت است، آشتی نشدن در خود. لینک صفحه استاد انور وفای سمندر ما براتون دوستای عزیز، شما اگر جناب استاد انور وفای سمندر ما میشه که از فیسبوکش بخیر فردا شب امو صفحه فیسبوکشان عکسش میگیرم، امو رو برای دوستای عزیز و ارزشمند گرامی میفرستم. شما احساس نمی کنی که این راوی، این آدمی که داره امرای تو گپ میزنه یا این آدمی که داره ویدیوی خود براتون میگذاره این در قوم چیست؟ یعنی شما هیچ نمیفهمین که سرایشگر این گپ ها یا صحبت هایی که از سوی این آدم میشه یک پشتون است و پختون یمو بیادر گل فلانه یمو بسمت. نه، اصلا این حرفا نیست. تو تنها احساس میکنی که یک فابریکه تولید آرامش وجود داره که اغلباً به زبان پشتو اون جملات آرامش بخش خودم میگه موتیویشن، و تو در او را درک نمی کنی که طرز نگرشش چیست. هیچ وقتی یک انسان که در درون تخلیق خودش وارد میشه و تو هیچ نمیفهمی که این آدم طرز دید، چارچ سیاسی، چارچ تباری، نشنالیستی، فلانیش چیست، وقتی یک انسان این چیزهایش در طرز بیانش درک نکردی، او انسانیست آشتی شده با خود. و من الله توفیق و آخر الدعوانا ان الحمد لله. و بدین سان قسمت اول برنامه ما شما به پایان میرسه. انشالله برنامه های بعدی در ساعت دیگر شب خواهیم داشت. و الصلاة و السلام علی رسول الله. زنده باد برادران ارزشمند و بزرگوار سنت و الجماعه، بویژه ارزشمندان قوم احناف جهان. و السلام.